майдондорӣ мекунад. Муҳаммад Маҳмадизода More Jacob دوستانی عزیز اکنون توجه میکنیم با هنرنمایی محمدیزاده محمد، ورزشگری که تحت رهبری صدرالدین عابدوف مشق ورزی میکند. عابدوف در تغییر کردن متخصصان به مانند خواجه‌زاده بهروز یک مسئولیت و یک تجربه غنی هم دارد. 42 سال تاریخ رو هم تغییر داد. این هم دیگر بار ثابت می‌سازد که چنین مربیان برای به کمال رسانیدن چهره‌های اصیل در تاجیکستان هستند. و اکنون می‌بینیم که محمد حالا محمدیزاده در جریان مبارزه چی کاری را میتواند انجام دهد. این لحظه مناسب و خیلی موافق را اکنون دریافت، اما با سرعت این کار را باید انجام میداد. خودش هم در حالت ناگوار بود. نقطه نظر کمی اشتباه کرد، جزات شد. محمدیزاده جوانی که اکنون نو میشکفد، آهسته آهسته به مسابقات گرند سلم و گرند پری قدم قوی نهاده ایستاده است. در بوداپشت یک حریف خود را در مرحله اول خیلی با آسانی دچار شکست کرد، به دور دیگر برآمد و اکنون در خروت یک کار را چگونه سامان میدهد در زاگرب. و اکنون محمدیزاده این لحظه هم با مانند همدستش سعید ابرارов یک کار دیگر را پشناکی خواست که خوب انجام دهد، کامیاب نشد. محمد باید اکنون گشتنگیری خود را کاملا دیگر کند. فهمید که حریف چی تجربه دارد، چگونه یا چی کار را میتواند در جریان مبارزه مقابل او انجام دهد و اکنون اینجا خلاصه گیری کردن در کار است. جاکوب موره، ورزشگر 20 ساله امریکا، در تونس در جام افریقا، کشادی افریقا هم شرکت ورزیده است، نتیجه بهتر ندارد. در جام پن امریکا دکبر 2020 مدال برنجی دارد. میان جوانان هم در جام این قطعه مدال نقره هم دارد سال 2020 و در چمپیونات پن امریکا میان جوانان جایزه داری مقام دوم محسوب می‌یابد. نسبت به محمد خیلی تجربه، خیلی دستاورد شایسته هم دارد. هر دو برابر گشتن گرفته ایستادند. شیدو میگیرد محمد. سپتامبر سال 2019 در اولین مسابقات گرند پری که شرکت ورزیده بود، محمد در شهر تاشکند برای در سبقت تسلا بخش ناکام شده و جای هفتم را گرفت. این لحظه یک لحظه توقف کرد و خوشبختانه این حالت رفت شد. مبارزه را محمد ادامه میدهد، باید جدی‌تر باشد، بدون اشتباه کار را پیش برد.
اما این حالتی ببینید باز هم نگران کننده. نزدیکتر شدنش لازم. اوی حرکت وزاری دقیقاً این کارو در دقیقه آخرین خوب استفاده کرد ورزشگری تاجیکستان. خیلی خوب. اکنون حالت نگاه داشتی تخت پشت فراهم می شود. نه حالا هم نه. اکنون اداره کند، وقت رو نظارت کند، دیداره کند و باز بله کمربند رو هم اینجا مشخصا درست کند و به اشتباه راه ندهد و همین نتیجه رو تا به همین ثانیه های باقی مونده خوب نگاه دارد. یک فرصت مناسب را محمد بار دیگر برای گرفتن امتیازی دویومی وزری تلاش کرد. خوب انجام دهد. خیلی بهتر حرکتش به نظر می رسد و فرصتی جالبتر و جاذبتر هم. همین ثانیه ها پشت سر شوند برای ما کافی است که ورزشگری تاجیکستان به مرحله بعدی رود، به دوری 8-1 نهایی. یک صفر به همین انجام و خاتمه می‌یابد ورزشگری تاجیکستان. اکنون سعید ابرارов هم در موفقیت، چون گفتیم در وزن تا 66 کیلو خیلی جهد و تلاشش هم جالبتر بود. محمد محمدی زاده ورزشگری جوان تاجیکستان به دور بعدی برآمد، لیکن در بهر بعدی وضعیتش خیلی هم گران خواهد شد. با کاگایی ژاپنی میدانداری میکند. برای توجهتان دوستان عزیز ما تشکر میگوییم. همکار ما علاءالدین بوریف گزارش